عروسک‌های لابوبو که به هیولاهای جن هم معروفن. به خاطر ظاهر بامزه و در عین حال شیطنت‌آمیزشون به یک پدیده جهانی تبدیل شدن و حالا روی کیف‌های لوکس مثل هرمس، فندی و پرادا دیده میشن. اما چرا این اتفاق افتاده؟ اولین دلیل، طراحی خاص و منحصر به فرد. لابوبو توسط هنرمند هنگ‌کنگی کاسینگ لانگ طراحی شده و بخشی از مجموعه هیولاها د مانسترز از برند پاپ مارته. این عروسک‌ها گوش‌های نوک‌تیز، چشم‌های درشت و لبخندی شیطنت‌آمیز با دندون‌های تیز دارن که ترکیبی از بامزگی و ترس رو به وجود میارن و برای بسیاری جذابه. با وجود ظاهر هیولا مانندشون توی داستان‌ها شخصیتی مهربون و کمک کننده دارن. دومین دلیل، استراتژی بازاریابی جعبه شانسی بلایند باکس. پاپ مارت عروسک‌های لابوبو رو توی جعبه‌های شانسی میفروشه، یعنی خریداران تا زمانی که جعبه رو باز نکردن نمیدونن کدومو دریافت کردن. این موضوع حس هیجان و کلکسیونری رو توی افراد تقویت میکنه و باعث میشه بسیاری به دنبال جمع‌آوری مدل‌های مختلف از جمله مدل‌های کمیاب سکرت باشن. سومین دلیل، تایید سلبریتی‌ها و شبکه‌های اجتماعی. یکی از عوامل اصلی جهش محبوبیت لابوبو دیده شدن این عروسک‌ها روی کیف‌های سلبریتی‌های مشهوری مثل لیسا از بلک پینک و ریحانه.